فقط مقصد همین هوش و گوش ما که در همین دنیا که هست، از همین خاطر ما آدمای فقیر به نظر نمیگیریم. و ایلا اگر تاریخ پیامبران را نگاه کنین، بجز حضرت سلیمان همه پیامبران فقیر بودن. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: فوتزور استحصال فرانسیای ای 8 تا 12 کیلو را خراب میکنه. هم برای مرد هم برای زن توصیه داده می شود. به دورو افکتیو نیای ای همه پاپولار نی برای خراب کردن ای مرحمت زنگ بزنه با همه شهرها دست افتا. بسیار شما میپرسیده برای کرم هست، هم برای آدم کلانسال هم برای کودکوما. مرحمت برادر استاپ رسین اره گینای با کدوم شهر را بگی روان میکنه، با توریستان دست افتا میکنه. سلام علیکم برادرو بسیار شما برای ویتیلیگو میپرسیده. ویتیلیگو یعنی ما توریکو پیچیدگی میگیم، سفید وقتی پوست میشوه. دورو شما اگر کلمه در کار روشن ریزوست ایندیای انشاءالله که به حد ریزوست خوب نشون دادگی. و تمام این نفرهایی که حتی در گرد پیامبرها هم جمع شدن و حضرت ها را کمک میکردن، همش فقیر بودن، همش به شرایط بودن، به امکانیت بودن. حضرت جنونی را خدا رحمت کنه، شاید حضرت جنونی هم همین بگیم قضیاتی نشید کمی 300-400 سال پیش های. چی میگه؟ میگه به حضرت بود دائم حب درویش، تو چون اقرب زنی درویش رانیش. میگه میدانی که پیامبرت فقیر دوست میداشت، ترا چی درد رسیده که فقیرها را مثل اقرب، مثل کژدم ورینش میزنی؟ چرا؟ برای همین یعنی محبت فقیر هم برادر عزیز برای ما مهمه. ولی ابراهیم ادهم حکایه میکنه، میگه یک کسار 10,000 دیرمش داد. 10,000 دیرم در پیش گو حضرت نمیره بگی و در حق من دعا کن، این پولی به حق کلام بود. میگه گرفتم تا دیرم ها برادر عزیز و توفیق بی و تقوا بی و همه که گرفت گو خدا پدر و مادر تا رحمت کنه. در پیش ما گفت الفقر و فخری، گفت ای فقیری فخری مای، تو میخوایی که می فخری مرا بگیری؟ بگی گو مال تس خودت. گفت من با همین عنوانی که دارم نام فقیر ای من نمیخواهم. گفت این فخر ما، گفت مقصد بفروشم، نمیخوام که فخر ما بتم. زیرا پیامبر میگفت که الفقراء یدخلون الجنة قبل الاغنیاء ب500 سنه. 500 سال پیش از نفرهای مالدار و پولدار فقیرها داخل جنت میشوند. اینها 500 سال بگیم در درون جنت حالی معیشت دارن، ولی مالدارای ما در حساب مورد حساب و حساب قرار میگیرن. اصحاب الجد محبوسون. پیامبر میگه هر نفری را که در دنیا ما مال دادیم، ما را به حسابات داخل جنت کنه میتونیم. برای از فقر برادر عزیز ما کسی را دیدیم فقیر، کسی را دیدیم نادار، تماما به چشم حقارت نگاه نکنیم. برادر عزیز آدم شناخته نمیشود. این آدمایی که همه خیلی با کم بضاعتن، به شرایطن، لیکن اونها با مرتبه و مقام دارن پیش خداوند. اون میگه در زمانه پیامبر میگه همین خیلی نشستگی هم از صحبت رفته ثابت که یک نفری بگیم بای بابا که به هر حال با آدم ایماندار میگه آمد این خنیگه کرد
طرفا که جا نیست، فقط پهلو یک آدم کمبغل در جای همه لباس های او پوری خاک همی خسته همی خیل خیلی مردک لباسکاش با تازه اولفته گوز بری در بشین و مقصد با همون یکون در خس خوشوکش بود در لباس میزنه در دلش میگه میره گذران میگه و بعد به همین یک دلی نخواهم میگه و در برک همون شیش که حضرت میگه خیلی نگاش کرد با همون بگیم که نوری نبوتش گفت ترسیدی که فقرش میگذرد. وقتی ای گپ زد میگه مرده که مالدار لرزه گرفت گفت ترسیدی فقرش میگذرد که جوش کیست؟ گفت حضرت هرچی شما بگین شما حق میگین، لیکن برای همین بی‌ادبی کردگیم، برای همین مقصد گویم یک گمان نادرستی کردگیم، من از همین آدم عذر میخوام و میخوام که نصفی همین مال ما بتمشه من را ببخشه. بعد پیامبر گفت چی میگوی برادرتا؟ فقیر پرسید. گفت پیامبر نازنین گفت اولا گفت الله بخشیدن دوست میداره، ما بخشیدیمش. دیمش گفت من در مالش در کار نیست، یکی نگیرم مالش و همین خصلت های همین من در پیدا شود، من در کار نیست گفت مالش. برای همین برادر عزیز و گرامی حقیقتا نفری را که پیامبر میگن من بشارتی به جنت بیتم، فقیری هست که از لقمه حلال زندگیش به اتمام میرسانه، فرزندکاش به وایه میرسانه و هیچ وقت فقر ناداری پیش عبادتش پیش خدا ترسیش نمیگیره. این خیلی فقیر گفت جاش راستا جنت ہے. دو المرأة راضی عنها زوجها. دویم عادی کده گویم اگر سعدلا ای زنش راضی باشه زنش در جنت ہے. هر زنی را که مردکش از او راضی باشه او زنک در جنت ہے. ما حدیث هم داریم از پیامبر نازنین ایما امرأتین ماتت و زوجها عنها راضین دخلت الجنه. کدام زنی اگر ای دنیا گذره مردکش پرسن در زندگی چخیل بدین بگه الله رحمتش کنه راست جنت میره. میگه رازگی شوهر، خواهرای عزیز در من مراجعت دارم، رازگی شوهر نه تنها آخرتت که آباد بشارت شدیده است، در دنیا هم تو برکت چه میوی، در دنیا هم تو راحت چه میبینی. خدای مهربان خدمتگارهایت میتن، فرزندایت میتن که بالای دست میگردانند. اگر به شرطی که تو شوهرت از خودت راضی کرده باشی، نه که اگر شوهر خفه کرده باشی الله مهربان شاید قصاصش هم در آخرت بگیره هم در دنیا فرزندایت میتن که جان به جورت میکنن در عوضی همون بی‌حرمتیات. سیوم والمتصدقه بمهرها. ببین سیومش که نفری که میاد سعدالله خواستگاری میاد، دختران میپرسه که چه خیلی ای؟ سعدالله میگه خیر بچه که خوبه، بچه که نغزه، ای خدا میترسه، نمازاش میخونه، هیچ وقت یکان کارای نادرست حرام نداره، خلاص بچه که با آدابه. بعد میگه که خیلی خیلی که باشد من همین مهر مده در کار نیست، در عوض مهرم ما همین خصلت های نیکی همین بچه در عوض مهر من. میگه ای زنم در جنت ہے. برادر ما در فیسبوک خواندم در ایوردانیا یک بچه قطعه دخترک هر دوش در مدینستود میخونده یا دیگر نقص میدیده. بعد بچه خانه دختر خواستگاری میاد، میگه که انا خواستگاری در دولت های عرب برادر عزیز بسیار ارزشش بلنده.
فقط و فقط برای یک تیلاوریش قریب 1 کیلو 2 کیلو تیلا میخری. بغیر او قدر مبلغایی که صرف میکنی. بعد میگد که چی مقداره مهرش چی مقداره؟ پدر دختر برادرت میدونید چی میگه؟ میگه که همین دختری من تو دا معقوله؟ میگه معقوله، من میرم میگیرم. بسیار دختری خوش اخلاقه. میگه خوش اخلاق که باشه، میگه در عوض مهر همی 1 میلیون بار برای پیامبر دا صلوات بفرست، بود کدی بیا نکاح کده میتوند. میگه کده برای 1 میلیون از روی انصاف 1 میلیون حساب کن. در 1 ماه میخونیش، در 2 ماه میخونیش. بین اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، یا کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. 1 میلیون بار بچم بگو مهر دختری ما همین، بیا نکاح کده بگی برا. ببین یا رومیسا را قصه میکنن، میگه که وقتی بسیار زنی زیبا بوده، وقتی همین طلحه میگه با طلحه مرده که زیبا بوده، پولدار بوده است، وقتی میگه میخواه که رومیسا را میگه در چیش در آره نکاحش، من میگن که نمیگیره ایتره، میگه میبینیم میرد پیش رومیسا و همون خلطا دا وقت تیلا دا خلطا بود، پیش ده خلطا نقره میپرته های میکنه، میگه انا تن نفس تا میبخشی من ده؟ میگه نه. یک خلطه دیگه تیلا را میپرته، میگه کفایت میکنه؟ میگه نه. میگه ای با این مقصد 10 تا زن میگیری، تو چی گفتی سر؟ زنی زیبا هم بود، مادری انس آخه، این طرف انا طلحه خودش مرده که بسیار با آبرو و با عزت. بعد میگه چی میخوای؟ کمه؟ میگه نه، من فقط خواهشم همینه که او وقت طلحه ایمان نیاورده بود، در عوض مهرم اسلام قبول که همچون شوهر برای میتو. بین طلحه اسلام قبول میکنه، اسلام قبول میکنه و ایرا مقصد بزنی میگیره. در عوض مهرهاشون چی چیزهایی را طلب میکردن. دیگرش برادرای عزیز، نفری را که پیامبر بشارت به جنت داد، او کی بود؟ و راضی و عنه ابوا. چهارم نفری که پدر و مادر راضی باشد. کسی را پدر و مادرش راضی باشد، پیامبر گفت یعنی ما پیشکی میگم که این داخل جنت است. پنجم و تائب من الذنب، کسی که از گناههای کردگیش توبه کرد، این هم داخل جنت است. این 5 چیزی بود برادر عزیز که پیامبرمان پیشتر گفت که اینها اهل جنتند. اگر من علم غیب می داشتم، لیکن انشاءالله این نفرایی را که ما خوندیم از گفته پیامبر نازنین من، هر کسی که در این داخل باشد، ما با همه ای علاقه شناس شدیم. حقیقتا اینها در اینها نشانه های جنتی بودن، علاقه هویدا. خدای مهربان خاتمه هممون بخیر کنه، ایمانمون با سلامت نگه داره، دادن ما سعادت داره. خدای مهربان بازم زندگی خوب و زندگی نیک نصیب گردانه و اهل جمعیت ما را خدای مهربان قدماتون در حسنات نویسه و همیشه در این خاندانهای شما خرسندی ها و خوشی ها را برقرار و بردوام نگه داره. اللهم اعنا ذکری و شکری و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. برکت یابید. سلام. خدا نگهبان باشه و خارج رو نخیزید. برای که فرشید ما کامیونیتی دیم